بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با سلام. علت مخالفت خارج نشینان قریب به اکثریت با جمهوری اسلامی ایران و اصرار بر رفتن این حکومت چیست؟ این عنوانی هست که این جلسه میخوایم مطرح بکنیم و بهش بپردازیم و میخواهیم بررسی بکنیم که علت مخالفت خارج نشینان با جمهوری اسلامی ایران چیست چیزی که در شبکه‌های اجتماعی و در شبکه‌های ضد انقلاب و شبکه‌های اسرائیلی مشاهده می‌کنید از اینها ماهیت این گروه رو مشخص می‌کنه. حالا ما به اون چند درصد محدودی که کلاً موفق هستند، حالا توی خارج هم موفق هستند، آرمان‌ها و ایمان و اعتقاد خودشون رو از دست ندادن کاری نداریم. داریم راجع به اون دسته خاصی صحبت میکنیم که مخالف جمهوری اسلامی شدن و دارند در زمینه ضد جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکنن. خب اینها اغلب چه افرادی هستند؟ سر و وضعشون چطور هست؟ اعتقاداشون چطور هست؟ اینا مهم هست. ببینید، علت این که مخالف جمهوری اسلامی شدند چند علت مختلف داره که با هم فرق میکنه. اگر از نظر اسلام و دین بخوایم بررسی بکنیم علتش رو در یک دیدگاه توضیح میدم و یه علت اجتماعی داره که اونم در ادامه توضیح میدم. خب در مکتب دینی گناه، مخصوصاً پافشاری و انجام زیاد گناه و علی خصوص گناهان کبیره باعث میشه که انسان شعور درک حقیقت رو ازش گرفته بشه و کم کم زمینه فراهم بشه برای دخول در دوزخ، از راه فرو رفتن در منجلاب گناهان و همچنین شیطان گناهانشون رو در نظرشون زیبا جلوه میده برای اون فرد و کم کم قبح و زشتی گناه از بین میره تا اینکه گناه عادی سازی میشه و گناهان کبیره هم اثرات سوئی داره که در ادامه صحبت میکنیم. خب اغلب این گروه ضد انقلاب اسلامی و مخالفان اسلامی اولین کاری که میکنن بعد از رفتن از کشور و مهاجرت کشف حجاب و برهنگی است و اصولا برای دستیابی به این خواسته از ایران مهاجرت میکنند. این نافرمانی بزرگ زمینه انحراف فکری و اخلاقی اینها رو فراهم میکنه. سپس میرسن به مرحله بعد، یعنی مخالفت علنی با خداوند، با قرآن، با پیامبر، با اسلام، با مسلمانان و مکتب اهل بیت. این همون نسخه‌ایه که برای خودشون می نویسن و مصرف می کنند.
گزینه دوم زناست. بزرگترین دشمن انسان و باعث بیغیرتی، بیعقلی، بیهویتی و باعث این میشه که انسان دشمن خدا بشه. اینها اونجا ازدواج که ندارند. وقتی میگن من مثلا با دوست پسر یا دوست دخترم فلان کار رو کردیم، فلان جاها رفتیم، در واقع پشت صحنه داره به گناه بزرگی به نام زنا اشاره میکنن که در نتیجه رابطه نامشروع و در نتیجه عمل نکردن به سنت خدا و پیغمبر اتفاق میفته و اتفاقا این گناه بزرگ ریشه انسان رو خشک میکنه. افراد زناکار افرادی میشن که از دین زده میشن، دشمن دین میشن، دشمن اسلام میشن، دشمن قرآن میشن و اینها باعث میشه که گناهانشون بزرگ و بزرگتر بشه و سرانجام سرازیر دوزخ بشن. یعنی این راهیه که اینا خواهند پیمود. اگر این گروه مخالفان جمهوری اسلامی ایران برین توی زندگیشون کنکاش بکنید و یه جستجویی بکنید، میبینید که تو پروندهشون اغلب گناهان زیادی از جمله زنا و برهنگی و کشف حجاب وجود داره و اتفاقا همین ها هم دشمن اسلام شدند و دشمن مسلمین و کتاب خدا شدند به واسطه این گناهانی که از قبل انجام دادند و این راهی که رفتند و این نتیجه کارهاشون هست. پس خلاصه اگر بگم در بحث اول از نظر اسلام و دین خدا گناهی مانند برهنگی، مانند کشف حجاب و زنا، رابطه نامشروع باعث میشه که کلا انسان از دین خدا زده بشه و کلا دشمن خدا بشه. اگر میبینید که امروز اینا دشمن خدا شدن به خاطر این کارهایی است که در پروندهشون وجود داره. Thank you! 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 چرا برای کمک کسی داره؟ خونه مردم رو زدن. آره. How can Iranian people, when they see what America has done to Iraq, how can they think that America is going to save the day? This is what shocks me. I mean, they know that America is a mess, a mess, a mess. The whole Israel again, Israel taking over Syria. Now Israel wants to take over Iran. Do not trust what's going on in Iran. I do not trust it. The people in Canada and in America, they're all protesting, yes, bring the West to Iran. How did that work out in Libya? How did that work out in Iraq? That's what I don't understand. دلیل دومی که در مورد این قشر از جامعه وجود داره یک دلیل اجتماعی است که کلا اینها به قصد داشتن دنیایی رویایی که در ذهن دارند و آزادی وارد کشورهای خارجی میشند، به قول معروف مهاجرت میکنند و بعد اونجا که مستقر شدند یه مدت کوتاهی که زندگی کردند میبینند که خارج سرابی بیش نیست. به این دلایل که
در ادامه عرض میکنم. خب فرض کنید که یک دختر یا پسر ایرانی بخواد که مهاجرت بکنه، وارد یک کشور حالا یا اروپایی یا کانادا یا آمریکا بشه. خب این شخص پس از مهاجرت برای گذران زندگی احتیاج به پول داره، احتیاج به دلار داره، اونم نه کم بلکه زیاد. خب اونجا مواجه میشه با اجاره‌خانه‌های سنگین، مالیات و هزینه‌های جاری سنگین. بنابراین اولین کاری که باید بکنه به فکر یک کار پردرآمد میگرده، اگر که تخصصش کم باشه که قطعاً با مشکلم مواجه میشه و مجبور میشه در طول یک ماه برای درآوردن خرج زندگی و هزینه‌های زندگیش تا نیمه‌های شب کار بکنه و یا سخت تلاش و کوشش بکنه. یه فرد این چنینی نمیتونه بیکار باشه و اگر مثلا توی طول هفته بیکار باشه یا توی یک ماه چند روزیش بیکار باشه، این دیگه ورشکست میشه، این دیگه کارتون خواب ممکنه بشه، ممکنه از پس زندگی و هزینه‌هاش بر نیاد. تا اینقدر فاصله بین رفاه و آوارگیش نزدیکه. خب میاد پیش خودش فکر میکنه، میگه اگر قراره که من مثلا سخت کار بکنم، سخت تلاش بکنم، دیگه جایی برای تفریح و آزادی و عشق و حالی برام نمیمونه و این آرزویی که من داشتم خدشه‌دار میشه و بعد میبینه که چاره ای نداره، یا باید خسته و کوفته سخت تلاش بکنه یا باید قید مهاجرت رو بزنه و برگرد. در این میان برای اغلب این قشر این اتفاقها میفته. شرکت های سرمایه داری، شبکه های معاند یا پروژه های مخالف جمهوری اسلامی ایران از جمله انگلیس، آمریکا و اسرائیل، شبکه های ضد جمهوری اسلامی از این موضوع خبر دارند و از وضع مهاجرین خبر دارند. در واقع به سرعت این مهاجران رو به تور میزنند و ازشون سوء استفاده میکنند. خب برای طرف هم اینجوری هست که وقتی مثلا برای $1000 باید کلی کار بکنه و سختی بکشه، ولی فرضاً یک شبکه اسرائیلی یا برای یک پروژه ضد جمهوری اسلامی بیان این $1000 رو بهش بدند و بگه ضد جمهوری اسلامی برای ما یک کاری انجام بده، اون طرف هم خیلی زود قبول میکنه، چرا که این پولی که الان میگیره ممکنه باید در حالت عادی براش ماه‌ها یا سالها تلاش بکنه و کار بکنه، کار پرمشقت، و اینکه این پول به راحتی بهش میرسه، خب اون مجبور اون کار رو قبول بکنه. اینه که اغلب این مهاجرین یا برای اسرائیل کار میکنن یا برای آمریکا یا برای سرویس های جاسوسی انگلیس یا در شبکه های ضد انقلاب فعالیت میکنن. رسیدن به پول بیشتر و راحتتر این دسته رو وادار به همکاری با اینها میکنه. خب از آنجا که بعد از گرفتن پول مجبورن بر ضد جمهوری اسلامی ایران فعالیت بکنن، اغلب اونها برای جمهوری اسلامی ایران شناخته شده است و به قولی پرونده سنگینی دارند در ایران. اینا بعد از مدتی دیگه حالشون به هم میخوره از خودشون. این همه فریب مردم، این همه اخبار دروغ، این همه درویی و نیرنگ و این همه جاسوسی اونها رو به عنصری متعفن تبدیل میکنه و برای اینکه مهره سوخته نشن ممکنه به هر کاری دست بزنن و به همکاری با
مثلا انگلیس، آمریکا و اسرائیل و شبکه‌های ضد انقلاب ادامه بدن و چاری جز ادامه نداشته باشن. خب حالا فرض کنید که اینا دیگه دلتنگ وطن هم بشن یا اصلا بخوان برگردن به همون زندگی که قبل از مهاجرت داشتن، یعنی تو ایران همون زندگی که تو ایران داشتن رو ترجیح بدن. خب اینا باید چی کار بکنن؟ خب با این پرونده سنگینی که برای خودشون رقم زدن دیگه نمیتونن برگردن و جمهوری اسلامی از اینا نمیگذره که اگر اینها دوباره برگردند یا باید برن زندان و یا هم باید قید برگشت رو بزنن و در غربت بمیرن. بنابراین اگر جمهوری اسلامی ایران بره اینا پروندهشون باز سفید میشه و کسی نیست که اینها رو توبیخی بکنه یا بخواد جرم و جنایتی براشون قائل بشه. بنابراین میتونن بعد از جمهوری اسلامی دوباره برگردن به ایران و اونجا زندگی بکنن و دلیل اصلی مخالفت اینها با جمهوری اسلامی همین هست، زندگی دوباره در ایران. توصیه من به افراد و مردم داخل ایران اینه که اولا اینا خودشون دوست دارن که جای شما باشن و مثل شما زندگی بکنن. بنابراین برای خارج رفتن هم عجله نکنید، فریب اینها رو هم نخورید. اینها در پس جمع کردن زندگی خودشون هستن و اون گندی که به زندگیشون زدن و اگر تو خارج کاملا آزاد بودن و راحت بودند این همه سینهشون رو چاک نمی کردن که بخوان برگردن و اینقدر اصرار به برگشت به ایران نمی کردن. حتی حاضرن که به هر قیمتی با دشمنان جمهوری اسلامی همکاری بکنن که شاید بتونن دوباره برگردن ایران. به امید بینش عمیق همه ایرانیان، حق یارتان. از پیروان سکس آزاد و مستی شبانه و جزیره اپستین توقع نداشته باش بفهمن فدا کردن جان در راه خدا یعنی چی. اینا بزرگترین فداکاریشون این بود که یک شنبه تعطیلی رو به جای خونه نشستن بیان یه پولی بگیرن واسه شاهزاده 2 تا دونه شعار بدن. یا مثلا شب رفتن کلاب به جای یه لیوان آبجو 2 تا بگیرن با لیمو که یادشون بره بوی کثافت اون پیرمرد و پیرزن فرانسوی و آلمانی رو. وطن پرستی مال ماست که یه عمر بابامون رو سر بد و خوبمون دست کشید، رو سر با حجاب دست کشید، رو سر بی حجاب دست کشید، رو سر انقلابی و غیر انقلابی دست کشید. بشین تو خلوت خودت ببین چی شد که این پدر رو از ما گرفتن و خیلی ها نتونستن ازش استفاده کنن. گوش شنیدن حرفاشو نداشتن. سیل حلالیت هاست که داره میاد. باز دوباره تو لحظه از دست دادن فهمیدیم چه گوهری داشتیم. ولا هوانا ولا تسليما. رحل السيد خامنئي شهيدا عظيما للأمة وأحرار الإنسانية والعالم، مؤمنا ثابتا شجاعا عزيزا كريما. استشهد ولم يحب العرب أحد مثله في إيران والعالم الإسلامي وعالم الأحرار كما أحبهم. استشهد وترك إرثا عظيما من قيم النبل والإباء والأخلاق والعزة وعدم الانحلاء إلا لله، فإنا لله وإنا إليه راجعون.